خب دوستای عزیز سلام. به درسای آموزش CCNA به زبان دری شما رو خوش آمدید میگم. در درس قبلی ما رفتیم روی کانفیگوریشن یا بیس کانفیگوریشن سیویج سیسکو بحث کردیم، سیویج لیر 2. در این درس میریم اولین لوکال نتورک خود ایجاد میکنیم و همچنان روی پروتکل ARP یا آدرس رزولوشن پروتکل بحث میکنیم و همچنان میبینیم که سویچ چطور میتونه مک آدرس تیبل خود جور بکنه، چون در شبکه ایترنت در واقع معلومات بر اساس مک آدرس انتقال پیدا میکنه. یعنی سویچ زمانی که میخواد یک پکت فاروارد کنه از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگه، از یک PC به PC دیگه، در واقع بر اساس مک آدرس تصمیم میگیره، نه بر اساس IP آدرس. یعنی در یک لوکال نتورک یا شبکه محلی. من پکت تریسر خدا باز میکنم اینجا و شما نیاز دارین که لاگین شوین. خب من لاگین چیزی که خب لاگین صورت گرفت، حالا من میتونم از پکت تریسر استفاده بکنم. خب در درس گذشته پکت تریسر رو به شما معرفی کردم که به خاطر مجازی شبکه از استفاده میشه. خب من میرم اولین کاری که میکنم میریم یک سویچ میگیریم، مثلا هر سویچ خاصه باشین از این میتونین. خب من سویچ لیر 2 میگیرم 260 یک سویچ است، نامذارم میمونم سویچ. اوکی. و بعد میریم چند تا PC میگیریم، مثلا PC 1 PC 0 PC 1 و PC 2. خب اینا رو اگه میخوایم که یک شبکه تشکیل بدیم، در واقع ما گفتیم که سویچ در واقع دیوایسی هسته که کامپیوترها رو با هم دیگه در یک شبکه محلی وصل میکنه. پس با هم دیگه اینا رو چیکار میکنیم؟ وصل میکنیم. خب به خاطر وصل کردن ما ضرورت به کیبل نیاز داریم، درست؟ نتورک کیبل. در واقع وقتی شما میخواین یک PC رو با یک سویچ وصل بکنین، از کیبل چی استفاده میکنین؟ کاپر استریت رو، درست؟ پس من اینجا در پست فاست ایترنت 0 PC وصل میکنم و فاست ایترنت 01 سویچ. بازم یک کیبل برای PC 1 خود میگیرم و این رو وصل میکنم در پورت فاست ایترنت 02 سویچ خود و کیبل بعدی رو میگیریم وصل میکنیم به فاست ایترنت 03. حالا چیکار میکنم؟ میرم بر PC های خود باید IP بیتیم، درست؟ اگه میخواین که کمیونیکیشن صورت بگیره باید این IP داشته باشن. خب میرم بعض اینا IP میتوم در PC اولی رو یک IP میتوم، در اینجا فعلا نوشته میکنم یک نوت 192 168 1 میرم PC دو رو یک IP میدیم 192 168 داد 1 داد 2 از همین سبنت هست، درست؟ از این چه سبنت هست. پس میرم PC 3 192 168 1.3. خب چگونه میتونین اینا رو IP بیتین؟ خب روی PC کلیک میکنین، یعنی دبل کلیک، میرین در دسکتاپ IP configuration. در این قسمت از DHCP میخوای IP بگیره یا به صورت استاتیک؟ ما میتونیم یک PC رو بدون IP بیتیم. یکی از طریق سرور DHCP هست که شما یک سرور DHCP یا Dynamic Host Configuration Protocol در داخل شبکه خود فعال میکنین و یک رنج از IP رو برش میدین. میگن هر PC که در داخل شبکه وصل شد در این نتورک برش این IP آدرس بدی و برش IP آدرس میته، IP آدرس DNS میته، IP آدرس دیفالت گیتوی رو میته، سب ماسک میته، درست؟ به صورت دینامیک کار میکنه، خودکار، درست؟ اتومات IP میده. و یک کمی استاتیک است که نتورک ادمنستریتور میره هر PC رو IP میده. خب فعلا به صورت استاتیک من اینجا نوشتم 192 168 داد 1 داد 1 تب میزنیم، سابمیت ماسک اتومات خودش میگیره. ما با دیفالت گیتوی ضرورت نداریم به خاطر که ما دیگه در بیرون از شبکه خود فعلا پکیج ران نمیکنیم. خب برای PC IP داده شد. PC یک میریم دسکتاپ IP configuration، در اینجا IP ش از 100 چند بود؟ 92 داد 168 داد 1 داد 2. میریم در PC 2 در اینجا دسکتاپ IP configuration 192 داد 168 داد 1 داد 3. خب IP گرفته اینا. اگه من حالا برم در اینجا در PC 0 خود در قسمت کمان پرامپت و بگویم که IP config، ببینیم که IP گرفته نگرفته. بله برای من نشان میده که IP ورژن 4 که گرفته چند است؟ 192 168 1 هست.
همینطور میتونین این کمانده در دیگرایش هم چی کنین، در واقع برین تایپ کنین و ببینین که آی پی گرفته یا نه. خب فعلا ببینین این شبکه اگر من بخوایم پین کنم پی سی رو با پی سی جواب میده، درست؟ چون کلشون آی پی گرفت از این سبمیت است و یک شبکه محلی است که توسط سویچ یا سویچ لیاری 2 وصل شده. خب بحث ما روی در واقعی است که ما میخوایم که پروتکل ارپ بدین بر شما معرفی بکنم. پروتکل چرا؟ ارپ، درست؟ یعنی ای چی میشه؟ آدرس ریزولوشن پروتکل، درست؟ بله، آدرس ریزولوشن پروتکل. ببینین این در واقع پروتکلی از زمانی که میخوای یک پی سی برای بار اول در داخل شبکه محلی با یک پی سی دیگه در واقع پکت روان بکنه، یعنی معلومات تبادله بکنه، معلومات شریک بسازه، باید چون در داخل شبکه محلی است به اساس مک آدرس سویچ ما کار میکنه. مثلا وقتی که پی سی ما معلومات روان میکنه، پکت روان میکنه، پکت میره در سویچ سورس مک آدرس زیر میبینه. اگه دید در مک آدرس تیبلش معلومات مک آدرس پی سی اینجا ذخیره است، یعنی سویچ از خود چه داره؟ یک مک آدرس تیبل داره. خب یادتان باشه سویچ چی داره از خود؟ مک آدرس تیبل. مک آدرس تیبل داره. خب ببینیم در داخل مک آدرس تیبل چی ذخیره میشه؟ یک مک آدرس ذخیره میشه و در برابرش آی پی آدرس. خب ببخشید آی پی نه، پورت یا مو اینترفیس نمبرش، درست؟ سویچ چی کار میکنه؟ زمانی که یک پکت میایه در اینجا، مثلا از پی سی یا پی سی 0 روان میکنه، میخواید پی سی 1 روان بکنه، پی سی 0 پکت روان میکنه در سویچ وقتی پکت میرسه چی میکنه؟ مک آدرسی سورس از پکت میبینه و بعد مک آدرس تیبل خود میبینه. اگه در مک آدرس تیبلش موجود نبودی مک آدرس، این چی میکنه؟ در مک آدرس تیبل خود ذخیره میکنه و پورت نمبرش ذخیره میکنه که میگه در پورت فاست ایترنت 01 ما مثلا رقمی ذخیره میکنه. خب این رقم ذخیره میکنه که نوشته میکنه که ببخشید من اینجا نوت بگیرم، رقمی در پورت فاست ایترنت 0/1 ما اینی مک آدرس قرار داره. حالا من همونطور میگم مثلا مک آدرس ای، درست؟ خب مک آدرس شما میبینید که یک عدد 48 بیتی است، درست؟ من به طور نمونه میگم. بعد وقتی این پکت روان بکنه در پی سی 1 میبینه که در واقع دستینیشن مک آدرس تیبل از داره یا نداره. اگر نداشت این مک آدرس تیبل هم چی میکنه؟ در واقع که نداشت چی کار میکنه؟ میره فلوت میکنه، درست؟ چون نمیشناسه که در کدام پورت خود روان بکنه. فقط در سورس پورت پکت روان نمیکنه، دیگه در کل شبکه پکت چی میکنه؟ برودکاست میکنه. وقتی برودکاست کرد این پی سی میبینه که در پکت آی پی آدرس خودش است و این پی سی 2 میبینه که در پکت آی پی آدرس خودش نیست. پس پی سی 2 چی میکنه؟ دیلیت میکنه پکت. پی سی 1 چی میکنه؟ جواب میده، یعنی یک ارپ ریپلای روان میکنه، یا ارپ ریکوست روان میکنه، یا ارپ ریپلای روان کرد. پی سی سویچ چی کار میکنه؟ سورس مک آدرس میبینه که سورس مک آدرس پی سی 1 است. همیشه یادتون باشه که سویچ بر اساس سورس مک آدرسی میآموزه، درست؟ مک آدرس تیبل خود میسازه، نه بر اساس دستینیشن مک آدرس. بر اساس دستینیشن مک آدرس تصمیم میگیره که پکت در کجا فاروارد بکنه، روان بکنه، درست؟ ارقمی است. باز چک میکنه میبینه که در پورت فاصله 03 مک آدرس چی ذخیره است؟ پی سی 1 چی میکنه؟ ذخیره میکنه. یعنی اینجا میگه در پورت فاصله 0/3 ما اینی مک آدرس ذخیره است که از کامپیوتر پی سی 1 میباشه، درست؟ رقمی کار میکنه. خب ببینین زمانی که پروتکل بحث ما روی پروتکل چی بود؟ ارپ بود، درست؟ آدرس ریزولوشن پروتکل. زمانی که بار اول پی سی 0 روان میکنه، میخواد که روان بکنه پکت به پی سی 2، درست؟ این چی نیاز داره؟ هم آی پی پکت پی سی 2 رو نیاز داره و هم چیزشه؟ مک آدرسشه. چون شبکه محلی است در اینجا 100% باید چی وجود داشته باشه؟ مک آدرس باید وجود داشته باشه، چون سویچ به اساس مک آدرس کار میکنه. یعنی این پکت در کدام پی سی روان بکنه؟ یعنی پکتی که از پی سی 0 میایه در پی سی 1 روان بکنه پی سی 2، درست؟ با او خاطر پی سی 0 باید مک آدرس چی رو داشته باشه؟ پی سی 2 رو داشته باشه.
ولی نداره. شما پی سی، هر پی سی ما در داخل شبکه محلی یک چی داره، یک ارب تیبل داره، یک ارب تیبل داره که در اینجا چی ذخیره می باشه؟ آی پی و مک آدرس یک دیوایس، درست، که میخوای باش کمیونیکیشن کنه. یعنی زمانی که میخوای پکیت روان بکنه، اینمی پی سی 0 در پی سی 2 اول چی کار میکنه؟ ارب تیبل خود چک میکنه که آیا آی پی و مک آدرس زیر داره نداره. خب فعلا چون آی پی زیر داره، مثلا درست، شما میتونید در پینگ برش و مک نداره، به این خاطر یک ارب ریکوست روان میکنه. سیویچ اینجا چی کار میکنه؟ میبینه که یک پکیت در واقع برودکاست است، ایره در کل شبکه برودکاست میکنه و پی سی 2 می چی کار میکنه؟ میبینه که در روی از پکیت من از دستینیشن آی پیش است و پکیت میگیره و یک ارب ریپلای روان میکنه. ارب ریپلای چی است؟ که در واقع مک خود برای روان میکنه. یعنی پی سی یک صدا میکنه که اینمی آی پی مک آدرسش کی است، درست؟ بعد پی سی 2 یک ارب ریپلای روان میکنه که دو مک آدرسش میباشه. حالا پی سی 0 چی کار میکنه؟ آی پی و مک آدرس پی سی 2 در داخل ارب تیبل خود ذخیره میکنه. بیاین حالا بریم ببینیم در مثال بهتر است که به عملی. در پی سی 0 من کلیک میکنم، در اینجا میروم، حالا رفتم چیکار میکنم؟ میخوایم ارب تیبل از رو ببینیم. من میرم در کمان پرامپت و در اینجا چی نوشته میکنم؟ ارب داش ای. میخواین ارب تیبل از رو ببینیم، ارب داش ای، درست؟ داش ای یک مدادم اینجا. شما وقتی انتر بکنید فعلا میگه نو ارب entries found، یعنی هیچ انتری وجود نداره، درست؟ حالا من پی سی 2 خود پینگ میکنم از پی سی 1، درست؟ نوشته میکنم پینگ. خب ببینید پینگ و یک کار دیگه هم میکنم قبل از اینکه شما ببینین. خب بیاین اول پینگ کنیم. میگم پینگ. حالا میرم نه یک کار دیگه میکنم قبل از شما باید ببینین. خود سیویچ باز میکنم، میرم در سی ال آیش کانفیگوریشنش که شما ارب تیبل رو ببینید. اینجا شما تایپ میکنین شو مک آدرس تیبل. فعلا سعی کنین مک آدرس تیبل سیویچ ما کاملا خالی است. خب سعی کنید پورت مک آدرس، در اینجا کدام آی پی آدرس شما نمیبینید، درست؟ چون سیویچ ما بر اساس مک آدرس کار میکنه. حالا بریم در پی سی 0 پینگ کنیم پی سی 2 را. میریم در کمان پرامپت و ارب تیبل از زیرم دیدین که پی سی 0 در ارب تیبلش چی موجود نیست. حالا چی کار میکنم؟ پینگ 192.168.1.3 انتر میکنین. ببینین چون شبکه محلی است از این سبنت آی پی دادین، پس چی کار میشه؟ پینگ به صورت نرمال صورت میگیره، درست؟ حالا من میبینم اینجا به این حال ارب تیبل ببینین، دوباره تایپ کنین ارب داش ای. حالا شما ببینین که در ارب تیبل چی ذخیره شده. ببینین آی پی پی سی 3 رو ذخیره کرد و همچنین چی رو ذخیره کرد؟ مک آدرسشه. شما اگه برین ببینین این مک آدرس و این آی پی پی سی چی است؟ سیم است. حالا بریم در سویچ، دوباره بین یک شو بگوین یک اروکی رو بزنین شو مک آدرس تیبل. سایکو پیشتر مک آدرس تیبل پی سی ما خالی بود، چون وقتی که پکیت آمد در سویچ ما در اینجا میگه در پست فاست ایترنت ما، ببینین در اینجا این مک آدرس ذخیره است و در پورت فاست ایترنت 01 ما این مک آدرس ذخیره است. مک آدرس پی سی در واقع 1 و این مک آدرس پی سی 3 است. ببینین به سادگی که میتونه تا 300 ثانیه اگر فعال نباشه این دستگاه، بعد از 300 ثانیه در واقع اتومات ریموو میکنه اینمی انتری را. اینطوری است که مک آدرس تیبل سویچ اینی میباشه. سویچ مک آدرس خود بر اساس سورس میسازه، نه بر اساس دستینیشن، درست؟ یادتان باشه. شما میتونید در پی سی 0 برین، در اینجا در کمان پرامپت دوباره ببینین فعلا ببخشید نیدی کجا رفتم. ما میریم در پی سی 0 باز میکنم کمان پرامپت. خب چی کار میکنم؟ در کمان پرامپت حالا من میرم اینجا نوشته میکنم ارب داش ای، درست؟ ببینید فقط از پی سی 1. حالا برین پی سی ببخشید پی سی 0 است، از پی سی 3 حالا معلومات ذخیره کرده آی پی و مک آدرس. حالا میخوایم از پی سی 1 هم ذخیره بکنم، پس اینجا پینگ میکنم پی سی 1، درست؟ پینگ 192.168.1.3
1.2. خب پینگ موفقانه بود. ببینین ریپلای میایه. حالا پس ارب داش ای بگوین، سعی کنین. حالا در ارب تیبل خودی پی سی در واقع چی رو ذخیره کرد؟ آدرسی آی پی آدرسی پی سی یک ما را و همچنین چی را؟ مک آدرسش. درست؟ که شما با استفاده اگر آی پی کانفیگ بگوین ipconfig/all میتونین در اینجا چی ببینین؟ در واقع هم آی پی رو ببینین هم مک آدرس ببینین. ببینین مک آدرس زی اینجاست. حالا ما میخوایم که ببینیم، سعی کنین شما اگه بیاین در اینجا مک آدرسی 1.2 ما چه 255 ختم شده. من در پی سی 1.2 کمان پرامپت بیاین ipconfig/all بگوین که ببینین هم مک آدرس هم آی پی رو. ببینین 255 و آی پیش هم اینی است. شما میتونین معلومات مک آدرس هم چی رو ارب تیبل دیلیت بکنین. ما دستور داریم. خب حالا ما میخوایم که دیلیت بکنم، در پی سی 0 قرار دارم. ارب داش دی نوشته میکنین. چی نوشته میکنین؟ ارب داش دی. و حالا بیاین شما دوباره ارب داش این نوشته بکنین. اینتر میگن نو انتریز. درست؟ نو انتریز. حالا ما چیکار میکنم؟ بیاین در محیط سیمولیشن برین. در اینجا در پکیج ریسر محیط سیمولیشن و در اینجا برین در پی سی 0 تون. ما میخوایم که پی سی چرا 1.3 را که آی پی آدرس پی سی 2 ماست اینو پینگ کنم که شما ببینین که پروتکل ارب چی کار میکنه. درست؟ در واقع ارب پروتکلی هست که بر اساس آی پی آدرس چی رو پیدا میکنه؟ مک آدرس. درسته؟ یعنی چون سی وی ما بر اساس مک آدرس تصمیم میگیره. چه اتفاقی میفته؟ بیاین پینگ کنیم. درست؟ در اینجا من میبینم بر شما رو نشان میتم. ببین یکم کران کنم این طرفه. بر شما در اینجا نشان میتم که این چگونه چی میشه پکیت برودکاست میشه. زمانی که این پی سی این پکیت روان میکنه، بیاین حاله بریم در کمان پرامپت پینگ کنیم. پی سی چنده؟ بیاین حاله من پینگ میکنم. پینگ 192.168.1.3 درست است؟ این رو پینگ میکنم. صحیح است؟ پی سی 3 رو چی میکنم؟ پینگ میکنم و این رو انتر میکنن. ببینین حالا ما سعی کنیم اینجا پکیت جنریت شد. این پکیت شما چی میکنین؟ در اینجا میتونین چی کنین؟ فیلتر کنین که فقط مثلا پکیت های ارب نشان بده یا همه پکیت ها رو نشان بده. من ایدیت فیلتر اگه بزنم فقط دیگراش پس کنم. ببینین من دیگراش کار ندارم، فقط من میخوایم که پکیت چی باشه؟ ارب باشه. پکیتی که این درست IPv4 ارب کلوز. حالا چی کار میکنم؟ شما میتونین از اینجا پلی کنین. درست؟ یا از اینجا چی کنین؟ فوروارد کنین. بیاین پلی کنیم. سعی کن پکیت ما رفت اینجا. حالا من این رو پاز میکنم. پکیت رفت در سویچ. شما میتونین این پکیت ببینین که از پی سی 0 جنریت شده رفت در سویچ. سر از این کلیک کنین. حالا بیاین بر شما نشان میده. سعی کنین دستینیشن آی پی آدرس وجود داره، ولی دستینیشن مک آدرس ببینین FFFFF است. سعی کنین این در واقع یک مک آدرس برودکاست است. صحیح شد یا نه؟ مک آدرس چی است؟ برودکاست است. صحیح شد یا نه؟ یعنی سورس آی پی ببینین سورس آی پی اینجا وجود داره، یک است. دستینیشن آی پی هم وجود داره. سورس مک اینجا وجود داره بله، ولی دستینیشن مک وجود نداره. پس این پکیت برودکاست میکنه، روان میکنه. خب حالا من رو کلوز میکنم. خب ببینین دوباره رو پلی میکنم که از سویچ چی کار میکنه. حالا چون سویچ پکیت ببینین این پکیت برودکاست است. مک آدرسش در واقع FFFFF بود و در اینجا چی میکنه؟ ایره در واقع برودکاست میکنه، روان میکنه در تمام پورتای خود به جز از پورتی که آمده این پکیت. پس من رو پلی میکنم. شما ببینین روان شد. حالا ببینین این پکیت سعی کنین هم در پی سی 1 آمد. درست؟ و هم در پی سی چی؟ سعی کنین گفته ای فست ترنت اینی فریمی دریافت کرد. درست؟ از این پورت خود سورسش پی سی 0 است. در کجا آمد؟ در پی سی 1. درست؟ دستینیشنش چی است؟ گفته برودکاست است و اینجا بر شما نشان میده که برودکاست است. حالا چی کار میکنم؟ در پی سی 2 بیاین اینجا، در اینجا بیاین این فریم باز بکنین. سعی کنین دستینیشن مکش برودکاست است، سورس آی پیش 1 است، دستینیشن آی پیش 1 است. برای همین دیوایس آمده. درست است یا نه؟
بیاین دوباره آل پلی بکنین چیکار میشه. ببینین این پی سی 1 رو دیلیت کرد ولی پی سی 2 یک ریپلای روان کرد. ما حالا چی میکنم؟ امی ریپلای بیاین ببینین. خب پی سی 0 وقتی که روان میکنه این پکیج این چی میشه؟ ارپ ریپلای میشه، ارپ ریکوست میشه. ببخشید پی سی 0 یک ارپ ریکوست روان میکنه، یعنی یک پکیج برودکاست است. درست؟ ارپ ریکوست در واقع یک پکیج چیست که مک آدرسش برودکاست است، دستینیشن مک آدرسش. و این طرف ای پی سی ما یک ارپ ریپلای روان میکنه. ای پی سی دیگه چی میکنه؟ یک ارپ ریپلای روان میکنه. حالا بریم ارپ ریپلای در واقع چی میگه؟ میگه این ای آی پی از ماست و این مک آدرسی که تو نیاز داری. حالا سعی کنیم در پی سی 2 در اینجا که بریم، پی سی 2 که در سویچ روان کرده، حالا ببینیم پکیج اینجا. خب مثلا سویچ میکنم، سعی کنیم بریم لیاری دو سعی کنین اینجا دستینیشن آی پی آدرس حالا چی میشه؟ آی پی آدرس پی سی 0 ما میشه. درست؟ صحیح شد یا نه؟ ببینین سورسش چی است؟ 1 3 است، دستینیشنش 1 1 است. در اینجا سورسش سی 2 دی است و دستینیشن چی است؟ سعی کنین اتومات. پس این یک پکیج چی است؟ یونیکاست است. یعنی پکیج مستقیما آلی است از پی سی 2 مستقیم میره در سویچ، از سویچ مستقیم میره در پی سی 0. حالا دوباره پلی کنین، اینجا رفت. وقتی اینجا برین ببینین دستینیشنش 1 1 است، سورسش 1 3 است و یه مک آدرس پی سی 3 و یه مک آدرس پی سی 0 ما. خب حالا اگه شما پینگ کنین، بیاین آل پینگ کنیم ببینین، آل پینگ کنیم این دفعه که آل اگه شما برین اینجا ببینین ارتبال زیر ببینین آل فعلا داره دیگه. درست؟ چون بیاین آل ای سیمولیشن رسید بکنم. آل بیاین در پی سی، در اینجا بیاین آل پینگ کنین. پینگ 192 168 داد یک داد چند بود؟ داد 1 داد 3. درست است؟ داد 1 داد 3 انتر. چون در سیمولیشن قرار داریم باید به این دیگه ایر چی کنین. خوبی از قبلی بود، ریست شده بود. ممکنه من یک ریست میگم، کلوز میکنم مکمل. آل بیاین در پی سی 0 در اینجا یک پینگ بکنم. خب پینگ میکنم. خب قبل از اینکه پینگ کنم بیاین این سیمولیشن است، خب ریال تایم است و حالا میریم در سیمولیشن. در اینجا بیاین پینگ کنین کمان پرامپت، البته در پی سی 0. درست؟ پی سی 0 کمان پرامپت و در اینجا بیاین. خب فعلا چون ما دستور پینگ اینجا زده بودم اتومات گرفته و حالا باید ببینیم. درست؟ میتونم مکمل دیلیت بکنین. یک دقیقه حالا یک پینگ بکنین. پینگ اوکی. بیاین در سیمولیشن ریست کردم. ولی اگه شما برین در پی سی پینگ بکنین ببخشید 1 3 چون در حال سیمولیشن قرار داریم از خاطر اینجا ماند. حالا من میرم در ریال تایم. ببخشید در ریال تایم برین پینگ کنین. وقتی در کمان پرام میین ریال تایم، چون حالا ارپ اول ببینین که آیا هست یا نیست. ارپ داش ای بله این تری وجود داره برای 191.1.3. حالا من میتونم رو پینگ کنم. پینگ چی است؟ موفقانه است که شما میتونین این گپ در سیمولیشن هم چی کنین؟ در واقع بیاین تکرار بکنن. ولی در اینجا چرا نشان نداد؟ به خاطر که ما رفته بودم فیلتر کرده بودم. ببخشید اینجا. درست؟ ادیت فیلتر بگوین اینا رو کلش نشان بدین. درست؟ مثلا پکیج آی سی ام پی رو فقط برای من نشان بده، به اون خاطر نشان نمیداد. حالا من میرم دوباره پینگ میکنم. بعض وقتا شما باید متوجه باریکیو باشین. خب من اینجا میم یک
پینگ میکنم. ببینین آل پینگ صورت میگیره. خب از پی سی 0 ما رفتیم در پی سی 2 معلومات ران میکنیم. پکیت آل رو پلی میکنیم. سعی کنین ببینین دوباره سعی کنین آل پکیت مستقیم میره. چرا که هیچی از مک آدرس داره و سیویج هم که میبینه سورس و دستینیشن مک آدرس که میبینه بر اساس میبینه که پکیت دستینیشن مک آدرس داره و سیویج هم ارب تیبل خود تکمیل کرده بود، به او خاطر مستقیم روان میکنه به ای و از این مستقیم به ای روان میکنه. پس در واقع نحوه مثلا چی است که شما ببینین که آدرس ریزولوشن پروتکل چطور کار میکنه در داخل یک شبکه محلی و همچنین دیدیم که سیویچ چطور مک آدرس تیبل خود میآموزه که با هر پکیتی که آمد هم سورس چیش میگیره، سورس مک آدرس چک میکنه و در مک آدرس تیبل خود چی میکنه اپدیت میکنه بر اساس هم از او که در این پورت ما اینی مک آدرس وصل شده، اینی دیوایس با این مک آدرس وصل شده. پس بود در قسمت درس های شبکه در قسمت سویچ کانفیگوریشن بخش دومش که البته سویچ لیری 2 هست. دیگه اگه ویدیو بر شما مفید واقع شد چینل سابسکرایب کنین. اگه بار اول شما به چینل آمدین، اگه سوال داشتین کامنت کنین. فقط بیننده نباشین، سوال بکنین که در کدام مشکل دارین که در موضوع باز برشان ویدیو جور بکنم و در چینل براتون بندازم در قسمت درسای شبکه است. فعلا دیگه وقتتون خوش. خدا نگهدار.